بیمارستان میزنن تیر خلاص، هیلگر و سیب طلا نشون میدن زیر هوا، رگ آدم و حفا رو میزنن با تیغ حلال. 72 ملت رو کشتن کجای سینه زنا، لای داده مردم گم میشه آژیر گشت، مامورا تو پاره میشن زیر ماشین خشم. این دفعه گلستان نشد آتیش رشت، ولی زحاک فریدون بالاخره پا میشه تش، سر میکشه به فلک آتیش کینه آدم ها. هم میهنان شجاع و مبارزه، همانطوری که خوب میدانید جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده است که ایجاد یأس و ناامیدی بکند. ما این همه جوان و مردم هوشیار لایک کرده بودم، چرا لایک هم برداشته شد؟ این کیه؟ عضو کمیته روابط خارجه پارلمان آلمان. عید کجا بود؟ عید چه پسر خودم پسرمون رو از دست دادم کیرم تو عید بابا چیه موم از سر زدن مچ دستم رو شکنم مادر من دوستش داشت. یعنی امیدوارم هرچه زودتر خدایا، یعنی من نمیدونم یه خدا تو این آسمون نیست یه ذره ما ایرانی ها رو ببینه، یه بارم این دنیا بر وفق مراد ما، وفق دیگه یا وقفه چیه این؟ هیچ وقت من یاد نگرفتم بچرخه، یه بار بقیه بگا برن ما بریم جلو. میدونی چی میگم؟ مثلا یه بار ترکیه به گا بره، عمان به گا بره، مثلا ما بریم جلو. چی میشه این؟ بیا 4 نفر میگن وقف، 4 نفر میگن وفق. کمک بسیار بزرگی کرد چت. وفق آریا وفقه. که سطح اعتماد من به این وضعیت صفره. وفق مراد یا وقف مراد؟ وقف مراد. یا اک تو سرتون. وقف مراد. بابا جدی وفق مراد بود. بیا اینا مثلا یادمه دانشجوی اینترنشنال ما شهر تورنتو. وقف مراد. نه وفق مراد. وای دارم وفق مراد گاییده میشم آریا. آجی. پس چرا وفق مراد زده نادرست؟ چت جی پی تیه دیگه. وفق یعنی معنیش مطابق، هماهنگ بر اساس، هماهنگ مراد ما بره جلو دیگه. وقف نه، این داره وقفو میگه، من وفقو میگم. نمیشه یک کلمه فارسی جایگزین کنیم؟ جایگزین کاملا پارسی واژه وفق مراد. بر کام دل چنان که میخواستم. آقا چی میشه یه بار دنیا بر کام دل ما پیش رود؟ باب میل. باب میل ایرانیه عربیه؟ باب میل پارسی یا عربی؟
میل یعنی برکام دل. باب دل. آقا باب دل ما پیش بره. باب دل داریم دیگه، باب دل داریم دیگه. ها باب دل که میدونی یعنی چی؟ یه تیکه خیلی خنده‌دار بگم و برم این دنیا. آماده اید؟ کارت ورق پاسور یه دونه کارت داره که باب اسفنجیه و دله. نکرم قربونتون برم. جاوید شاه بحث عوض کنید آجی. اجباری برداره شد قاتل هزاران نفر در ایران با امضای اون دستگاه ماشین امضا شده. آخه اون کسخلی که فکر یه میکنه اتفاق دیگه که مثلا داره میفته، پزشکیان یه و موجی رئیسی از با هم پلمب فرقی کافه‌ها و دارن توی رستوران‌ها در ایران شروع این شده. چی اصلا؟ کافه ها و رستورانایی که با مردم همسویی داشتن یکی یکی دارن تعطیل میشن. به نظرم جمهوری اسلامی تصمیم خودشو گرفته سرکوب کامل، نه در داخل عقب بره نه در بعد خارجی. بابا این بازداشتایی هم که از اصلاح طلب فخرآور نگاییدم. فخرآور کیه؟ ناموسم اون یارو ریستارتیه خیلی منطقی تر با کردن اصلا تو همین چارچوبه. برای جدی مردم تر اهمیتی آدم نداره. میگیرتش تا فخرآور. بازداشت اصلاح طلبها برای مردم اهمیتی نداره. ول کن اصلا اسم نیاره چون این اینا اون روزی که کسخلو. باید در کنار مردم میایستادن نایستادن، در کنار حاکمیت قرار گرفتن. امروز گفتن یه تعداد دیگه شون هم بازداشت کردن، حسین کروبی و علی شکوری راد و به تخمم. روز قبلم که آذر منصوری دبیر جبهه اصلاحات رو بازداشت کرده بودن و ابراهیم اصغرزاده و محسن امیرزاده. به یک برم. مردم اصلا جالب واکنش مردم میگن اصلا اهمیتی نداره. دلیل اینی که برای مردم اهمیتی نداره، اینا موقعی که حکومت مردم رو کشت در کنار حکومت ایستادن، حاضر نشدن بیان بگن خامنه‌ای سپاه مردم رو کشتن. و این رئیس جمهوری هم که الان سر کاره نامزد اینا بود. یعنی رئیس جمهور اصلاح طلبها مردم رو ده ها هزار کشته و نیومدن راجب این عذرخواهی کنن، بگن آقا ما یه رئیس جمهوری نامزد انتخاباتیمون بود، بعد به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی امضا کرد، ده ها هزار نفر کشته شدن، ما بیایم راجب این عذرخواهی کنیم. عذرخواهی هم نکرد. آره در اشکام الان که قیاسی حکومت داره دیدم اینا رو اونو. بازداشت میکنه اصلا برای مردم مهمه. چند جمله راجع به این تجمع مونیخ و تورنتو و لس آنجلس بگم، بعد بریم اسامی جانفداهای میهن رو بخونیم. در صورت پادشاهی ساواک فعال میشه. ما چه جمهوری باشیم چه پادشاهی یه سرویس اطلاعاتی قوی میخوایم. ربطی به پادشاهی و جمهوری نداره. ما یه سرویس اطلاعاتی قوی میخوایم که در مورد بقایای جمهوری اسلامی بتونه فعالانه برخورد. بابا ساواک اصلا ربطی به شاهنشاهی نداره. ساواک یعنی سازمانه لاریجانی برای امنیت چی و میره اونها؟ اطلاعاتی تو همین کش. قضیه مذاکرات دیگه اصلا به که نظرم آخرین هرچی نظر جمهوری بشه اسلامی میشه رو بهشون داد. ساواک. جمهوری بشه میشه ساواک، پادشاهی بشه میشه ساواک. ولی چه اسم آیا اموال وادی خامنه‌ای داره توقیف ساواک. میشه؟ اموال همشون توقیف میشه. اینا اموال ملت ایرانه. دو مذاکرات زمان اعلام نکردن. اصلا معلوم نیست در باشه یا نه. آمریکایی‌ها راجع به دور اول هم هیچی نگفتن. سکوت کرد. آیا هدف از حمله سقوط رژیمه؟ به اعتقاد من همینطوره.
سامک انگار شبیه دوست بزرگ و کوچک ببک ناموسن همون ساواک چرا از بهتر. اشکال حکومت فقط به پادشاهی جمهوری اشاره میشه؟ چون این دو شکل اصلی دیگه، جمهوری و پادشاهی مشروط. سامک دوست بزرگ، رامک دوست بزرگ و کوچک. چی بود؟ شامپو بود رامک؟ ببینید شهرستان ها رو موقعی که میپرسید، در شهرستان ها اونایی که خیلی احتمال داره بهشون حمله بشه، مراکز سپاههای استانی، قرارگاه منطقه‌ای سپاه و رامک لشکرها و تیپ‌های سپاه و ببک مراکز شامپو بسیج بود. و یگان ویژه و نیروی انتظامی. اینها ببک چی بیشترین بود پس؟ احتمال حمله بهشون وجود. ببک صالحی چرا بزن آمریکا چیزی کپک. از مذاکره نمیگه؟ میخواد جمهوری اسلامی رو در حالت انتظار نگه داره، موضع خودش رو مشخص نکنه. یادتونه تبلیغا رو؟ اونی که نیاز داره توضیح بده جمهوری اسلامی. یا فهمیدی 80 کی امشب شدی؟ 45 دقیقه شد. ببخشید من شدی؟ حالم 80 طوری که؟ نیست که بتونیم یک ساعت ادامه بدیم. ایول. عذرخواهی میکنم، به همین 45 دقیقه اکتفا کنیم و حاجی چیزا فردا انشالله 6 و نیم یادتونه؟ عصر شرق یه آمریکا، ساندویچ نیم بهم بامداد بدین اروپای بدون مرکزی خیارشور. اونو و یادتونه؟ 3 بامداد ایران بدون خدمتتون خواهم خیارشور رسید. نمیشه. این خیلی خیلی ساندویچ جور ممنون میشیم. نمیشه. گفتم که یه ساندویچ بهم بدین بدون خیارشور. خیارشور زرینه، ترد و لذیذه، اینه محصول بهترینه. رفت. همکنون نیازمند یاری سبز تو. آجی بذار بریم ازار بچرخیم. هم اکنون نیازمند یاری سبز تو هست. لوکیشن مارک لوین رو چک کن ببین کجاست. چجوری میشد چک کرد جی؟ یه جا میزد اینجا about this account United States دیگه. چه مشکل داره مگه؟ نفهمیدم. Underground بانکر. آه. چه کوچولوه پلوی. ولی مهم اینه که آدم بزرگیه. دوستتون دارم خیلی. فعلا به امید آزادی. جاوید شاه، پاینده ایران. بدرود. پیس اوت.